با وجود اینکه در سال جاری ویروس کرونا نه تنها در افغانستان بلکه در همه جهان تجارت را صدمه زده است، با این حال هم امسال صادرات میوه خشک به کشورهای خارجی افزایش یافته و خوشبینی‌های فراوان را برای تاجران کشور ایجاد کرده است. خانجان الکوزی، معاون امور سرمایه‌گذاری اتاق‌های تجارت می‌گوید که در حال حاضر صادرات کشور به حالت عادی برگشته است. تجارت جریان لري د تیر کال یا د تیر روبي په نسبت باندې د تیر اول روبي په نسبت باندې بیرته حالت نورمال حالت راغلی دی او د تیر کال په نسبت په دې روبه کې زموږ د وچې میوې صادرات زیات شوي دي. مقامات وزارت صنعت و تجارت نیز از افزایش صادرات میوه‌های خشک خبر می‌دهد و می‌افزاید که صادرات این میوه‌ها در سال جاری 30,000 تن بوده است که از این جمله جلغوزه سیاه، بادام، پسته، کشمش و انجیر به کشورهای هند، ترکیه، چین، امارات متحده عربی، آلمان و آمریکا صادر شدند. در 9 ماه گذشته نزدیک به 30,000 تن میوه خشک شامل جلغوزه، بادام، مغز بادام، پسته، کشمش سیاه و سبز، انجیر و جلغوزه سیاه به کشورهای چون هندوستان، ترکیه، چین، امارات متحده عربی، آلمان و کشور آمریکا صادر شده است و تاکید وزارت است که در سال آینده این مقدار به چند برابر افزایش پیدا کنه. مسئولین وزارت زراعت میگویند امسال حاصلات جلغوزه سیاه 10% افزایش یافته است و جنگلات پسته نیز در ولایت بادغیس پرثمر بوده است. این سال خوشبختانه حاصلات جلغوزه سیاه 10% نسبت به سال گذشته پیش بینی میشه بیشتر شود. حاصلات پسته فوق العاده در یک تعداد از ولایات از جمله بادغیس، سمنگان و بدخشان نسبت به سال گذشته بیشتر شده. در بادغیس تولید پسته 2 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به همین پیمانه میزان تولید بادام و سایر میوه‌های خشک نسبت به گذشته بیشتر شده است. در سالهای گذشته نیز میوه‌های خشک افغانستان در بازارهای جهانی جایگاه خوبی داشت. میوه خشک افغانستان شهرت جهانی دارد و دارای کیفیت عالی می باشد. خالده حمیدی، زاویه نیوز، کابل.